الو. الو بفرمایید خانم. بابت چکایی که کشیدین شرکت سایت از شما شکایت کرده، پرونده‌تون فرستاده دادگاه، الان براتون حکم صادر شده آقا. چه حکمی آج خانم؟ حالا جسارتا حکم جلبتون صادر شده آقای رجبی بابت چک بلامحل. چک مال ماشین ترید؟ بله بله 4 فقره چک برگشتی، چکای بی‌محلی که کشیدی و پاسش نکردی. خب پیل نداشتیم که پاسش نکردیم. خب وقتی چک کشیدی چک بی‌محل کشیدی دیگه. نه خب گفت چک میخوام، گفتم بیا اینا هیچ چکام ولی ما پیل نداشت. چک که میکشی باید چکاتو پاس کنی. یعنی چی من پول نداشتی برای چی ماشین خریدی؟ خب گفت برو 10 تومن بیا تا ماشینت بدم. گفتم دیگه چی میخوای؟ گفت 4 تا چک هم بیا. گفتم بیا یعنی 4 تا چک. بالاخره چک که میدی من پاس کنی. من نفهمم که میخوای داری دیرمون کنن. بالاخره که چی الان چک کشیدی مسئولشی باید پاسش کنی. ما ماشین میام چی خوشم ماشین نمیخوام. زحمت میکشی تازه بعد 3 سال میگی ماشین نمیخوام. استفادت کردی خوشتو گذروندی تازه میگی ماشین نمیخوام. چوش کنم خب پیل ندارم برم.